الان ساعت 3:30 نصف شبه و من واقعا دیگه نمیتونم. هنوز مریض داریم. سلام، من امروز کشیکم و حدس میزنم که خیلی شلوغ باشه چون تا الانم خیلی شلوغ بوده و آره دیگه الان تو اورژانسم. یه سری مریضم بستری کردیم و همچنان ادامه دارم. مریضا دارن میان. من یه لحظه اینجا آف شدم، گفتم بذار ویدیو بگیرم و دیگه بریم که ببینیم چی میشه. الان ساعت 3:30 نصف شبه و من واقعا دیگه نمیتونم. هنوز مریض داریم و منتظرم که جواب آزمایششون بیاد تا به قول اورژانس بزنین تکلیفشون کنیم. خیلی خسته شدم امروز و یه حرکتی که زدم امروز، اولین ایمیجیمم گرفتم و همین فعلا منتظر جواب آزمایش مریضام میمونم. بنویسمشون دیگه بعد کشف و تحویل بدم و برم. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل من نباشید چون که خیلی خستم و ما دیشب کشیک بودیم. بعد امروزم پست کشیک. من اصلا نمیدونم کی واقعا این پست کشیک رو اختراع کرده اولین بار، که چرا واقعا کسی که دیشب کشیک بوده باید وایسه و یه عالمه کار بکنه صبح بعدش. و انقدر ما حالمون بد بود که این استادمون که سخت‌ترین استاد دنیاست و همه ازش میترسن، بعد از اینکه راندمون تموم شد گفتش که بچه‌ها یه لحظه صبر کنید و برامون رفت قهوه گرفت و نمیدونید چقدر خوشحال شدیم. اصلا اینقدر که متوجه شد حالمون خوب نیست و این کار کرد. خیلی واقعا حرکتش قشنگ بود، خیلی قشنگ بود و خیلی خوشحال شدیم. یعنی تمام خستگی‌اش رو برد و الان با یه حال خوب دارم واقعا میرم خونه. من خیلی وقتم بود براتون ویدیو نگرفته بودم، انقدر که دیگه داخل داشت فشار می آورد اصلا نمیتونستم به چیز دیگه فکر کنم. این فقط دارم روزامو شب کنم، میرم بیمارستان، میام دوباره. بعد دیگه اینو بارها گفتم دیگه که وقتی که یه روز کشیکیم 2 روز بعدش عملا بدون استفاده، یعنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، انقدر داغونیم. و آره اینطوری. اینم قهوه‌ام و آره خیلی واقعا خوشحالمون کرد. بعد دیگه براتون بگم از موقعی که براتون ویدیو نگرفتم روتیشن روماتولوژیمون تموم شد و خوب بود. مریضای روماتو هم مریضای جالبی هن و روتیشن خوبی بود اونم. و دیگه از وقتی که ریه‌مون شروع شد انقدر کارمون سنگین و زیاده توی ریه که من واقعا دیگه هیچ کاری نکردم و فقط میام دانشگاه میرم.
بیمارستان. و الان فردام جمعه است، شنبه‌م تعطیل رسمیه. کلا هر روز میایم و هر روز یه عالمه کار داریم دیگه. اینجوری چه ترافیکیه؟ مگه مردم نباید الان مسافرت باشن؟ ما اینجاییم، بقیه چرا نرفتن مسافرت؟ دیگه منو ببخشید بابت این کمکاری، چون که واقعا سرم خیلی شلوغه و از هفته دیگه استاژرامون میان و فکر کنم کارمون بیشترم بشه و همین دیگه. نمیدونم ویدیوی بعدی کی بذارم، چی بذارم، داخلی فقط تموم شه، انقدر که داغونمون کرد واقعا. همین، مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که حالتون عالی باشه و خدافظ.